نمیصرفه. دکتر من چاقم همه از غرم میکنه. چاق نیستی تو پاری. 180 کیلو هم. خب تو دیگه خیلی تو مهدی این چاقه چرا دروغ میگی؟ پول میگیرم من این کارو کنم دیگه. دکتر من از تاریکی میترسم. قابل حل از نظر زدی؟ نه واقعا ندارم جلساتی بدم. بپر کارت به کارت کن تا نگفتم برق رو خام شدم. شاسی ها. دکتر من عاشق سگای وحشی ام، مامانم نمیذاره بیام خونه، چیکار کنم؟ جان؟ دکتر بین خودمون بمونه، من میخوام ازدواج کنم، نمیتونم به خانومم بگم شب ادراری دارم. مشکلی نداره. خانم نه نگو خب، نمیخوام بفهمه. تو بیا اینجا بزن من. داداش گفتی 5 تومن که. حق و سکوت برای. دکتر من خیلی عادتای بدی دارم. چیا؟ هر چی در میارم خرج رفیقا میکنم، دوینگ نمیگیرم، مسافرت میبرم، کادو میگیرم، چیکار کنم دکتر؟ دیگه ببین نمیگی دکتر، ما این دو تا رفیقیم. شب برنامه چیه داداشی؟ دکتر 3 بار ورشکست شدم، زنم بهم خیانت کرده، بچه‌م معتاد آخه این زندگی من نه والا دارم. سگم این زندگیو نداره تو داری. چیکار کنم؟ طالب خودکشی فکر کردی؟ نه. فکر کن. داشمتی مخلصم. دکتر یه سال جای مدرسه میرم تو پارک دم مدرسه میخوام، خانواده‌ام فهمیدن چیکار کنم. دکتر نه کار کنم. بانکی تو عوض کن دیگه. تو اصلا اعتماد به نفس ندارم. حق داری در نقل زده همه یه موزاییک‌های کف فرودگاه سیجان شده. از چی حساب می‌ذارم نمیره خب. احمق بیا این خمیدن بیلیچینگ میسه واسه سفید کننده است، اینم خمیدن بنفشه واسه لکی و زردی و سیگارای دستارم. این دو تا رو با هم ترکیب کنی یه چیز بمب میشه، بمب میسه. بزنین درست میشه. کاش میلو میخوام مزاحم کنم. چون ناخونامو میکنم دوست پسرم ذوق نمیکنه. چی؟ کات کو سری. یعنی قهاده؟ کات نیست. ببینم ناخوناتو. تو قربونش برم. چقدر خوشگلی وای. میشه واسه ناخونا زور نکنه. تو من روانی ام. چته؟ خواب بیدار میشم بازم خوابم میاد، یه ساعت پاچه همه رو میگیرم، گوشتم میشه همه رو جر میدم. چیکار کنم دکتر؟ بگردی دکتر روانشناس میتونی پیدا کنی با هم بریم؟ شما برای چی بیاج؟ منم همین مشکلاتو دارم.